نایس بوی دیگه همتون شنیدید دیگه. نایس بویا نمیتونن رابطه‌ای که دوست دارن رو داشته باشن و این دقیقاً درسته. نایس بوی نه به معنای لغویش بلکه به معنایی که ذهن همه تعریف شده، یعنی پسر خوب، پسر گوگل، پسر مهربون. این آدم با اینکه مشخصات انسانی و رفتاری پرفکتی داره، اما توی واقعیت دنیا، توی واقعیت روان خانوما فیل میشه. وقتی میاد میشینه فکر میکنه پسر نایس بویه، میبینی که آقا این من که همه کار کردم، من که همه چیم از این بهتره، من که رفتارم از این بهتره، من که ال ولی این با دختر مورد علاقه من که خودمو یه سال کشتم که بکشو بزنم داره دیت میذاره. اما اصلا ایرادی نداره، چون من اینجام و میخوام کمکت کنم که تو 2 مرحله این نایس بودن رو بذاری کنار، از لیگ نایس بویا خارج بشی، به تاریخ بسپریش و وارد یک لیگ جدید بشی. لیگی که بد بوی هم نیست، لیگی که همون شخصیت خودته، اما اون بخش نایس بودنش که قسمت زننده رابطه با دختره رو گذاشته کنار و اون تراشه جذاب و خفن و مرد قوی که انتظار میرفت خارج شده از این نایس بوی قدیمی. سلام بچه‌ها، خیلی مخلصم، خیلی خوش اومدید به کانال اترکتوری. من سروشم و تو این چنل راجع به هر چیزی که کمک کنه که یه پسر روابط بهتری داشته باشه، راحت‌تر زندگی کنه، بهتر پول در بیاره، هر چیزی که کمک کنه خوشگل‌تر زندگی کنه صحبت می‌کنیم تو این چنل. پس بکوبید سابو، بریم سراغ موضوع ویدیومون. من 3-4 سال دارم تو حوزه آقایون، بهتر شدن زندگی آقایون، روابطشون کار میکنم، تحقیق میکنم و با افراد خیلی زیادی تو سنهای مختلف صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که آقا مشکل اصلی پسرا برای اینکه نمیتونن اون دختری که میخوان رو داشته باشن این که نایسن و این نایس بودنه مشخصی نیست که چسبیده باشه به ما، یا مشخصی نیست که با ما به دنیا اومده باشه. یک مشخصی که ما آروم آروم از خانوادهمون میگیریم، از اجتماع میگیریم، از فیلم و سریال میگیریم و این توی اولین روابط خودش رو نشون میده. یعنی تو وقتی با یه دختر میری اون بچه نایس تو نشون میدی که مشخصه اون نایس بودنه برای اون دختر جذاب نیست، یک فیدبک بد میذاره روت، نتیجه خوبی از اون نایس بودن نمیگیری و فکر میکنی که مشکل از خودته و توی همون روابط اول برات دید خودت نسبت به خودت توی رابطه تعریف میشه، چون نایس بودن رو از بچگی یاد گرفتی، تو روابط اول اومدی استفاده کردی از همون مدل، از همون کاراکتر اومدی استفاده کردی و فکر میکردی خوبه، اما نتیجه خوبی نگرفتی، فکر میکنی همینه نتیجه تو اینه. در صورتی که اینو میخوام بدونید که خودتون رو از این نایس بودن، از این شخصیت نایسی که خیلیاتون یا میدونید یا نمیدونید جدا بکنید و از بیرون نگاش بکنید. یعنی بدون که اگر هر تجربه بدی داشتی، به هر شکلی کنار گذاشته شدی، به هر شکلی ریجکت شدی، خودت هم میدونی واسه چیه و اینو سرنوشت خودت میدونی، اشتباه میکنی. چرا؟ چون این نایس بودنه دلیلش بوده. حالا این نایس بودنه رو تو میتونی با یه سری تغییرات توی طرز فکرت و یه سری کار اجرایی که میکنی و یه شخصیت جدید به وجود بیاد. و اینم بهتون میگم خیلی بچه‌ها نمیدونن خودشون نایسن، یعنی میره باشگاه، طرف زاویه فک میزنه، یه استیل گنگ میسازه، اما توی رابطه که میره مواجهه با دختر که قرار میگیره، شخصیت نایسش میزنه بالا و نمیدونه که همچنان همون شخصیت نایس است که داره نتیجه رو رقم. چون اولین باوری که بچه‌هایی که تو این فضا هستن، خیلی مهربونن، خیلی با شخصیتن، با تغییر بدن توی خودشون، اینه که دیدگاهشون یه جوری که بر اساس نیاز تعریف شد. یعنی چی؟ یعنی از اون اولی که خانواده راجع به زن و شوهر صحبت شده، راجع به دختر صحبت شده، یه خانوم صحبت شده، راجع به رابطه‌ای صحبت شده، معمولاً حدس زده میشه که اون خانواده‌ای بوده که خیلی به خانوما ولیو میداده، به خانوما ارزش میداده. کاملا درست هم هست، 100%. من خودم خواهر دارم، مادر دارم. خب اولین تغییری که باید توی خودت و توی دیدگاهت بدی اینه که باید خودت رو از نتایجی که تا الان گرفتی از نایس بودنت، از دیدگاه خودت نسبت به خودت توی رابطه با دختر باید جدا کنی. یه بار دیگه میگم، دیدگاه خودت نسبت به خودت توی رابطه با دختر رو، یکی ممکنه آقا خودت میدونی کیبورد خوب میزنی، یا خودت میدونی یه سایزی خوب میزنی، تو خودت میدونی خوب فوتبال بازی میکنی، این دیدگاه نسبت به خودت توی اون ورزش. اما دیدگاه خودت نسبت به خودت رو نسبت به یک
رابطه، نسبت به رابطه داشتن با دختر و نتایجی که تو اون زمینه گرفتی و که به شکل خاطره الان تو ذهنت رو باید بتونی و این مهارت رو داشته باشی که از خودت جدا کنی. یعنی اینا رو یه سری افکار ببینی که اینا بیرون تو هن، این شخصیت تو اینا بیرون تو هن و اینا میتونن تغییر بکنن. این دیدگاهی که نسبت به خودت داری که من نمیتونم اصلا، یا من اصلا بیسم، من نیاز دارم به دختر. اوکی، الان اگر واقعیت داستانت اینه هیچ مشکلی نداره، ولی باید تو بتونی خودت اینو جدا کنی و بیرون بهشون نگاه بکنی. وقتی از بیرون بهشون نگاه میکنی میبینی اینا جمع یه سری دادن، جمع یه سری اطلاعاتن که تو به دختر نیاز داری، اینکه زندگی با یه دختر کامل میشه، این اگه اینکه تو بری مهمونی یکی یه دونه گرفتن اومدن تو تنهایی و تو احساس ضعف میکنی، اینکه تو با یه دختر نیستی، صحبت نمیکنی شبا، تو احساس ضعیف بودن میکنی و احساس مرد بودن و احساس قوی بودن نمی کنی، این واقعیت تو نیست. ما به هیچ که ما روح مجرد به دنیا اومدیم و به هیچ کس احتیاج نداریم. اگه بخوای واقعیت دنیا رو بدونی، واقعیت کائنات رو بدونی، ما به هیچ کس احتیاج نداریم. اون چیزی که به تو گفته شده، اون اطلاعاتی که خانواده به ما داده شده، فیلم و سریال لعنتی، موزیک لعنتی تو ذهن ما کاشت و اطرافیانمون و نتایجمون. یعنی آقا تو با اون طرز فکر رفتی با یه دختری اوکی شدی و اون رفتی دم مدرسه دخترانه، یه حرکتی زدی و نتیجه نگرفتی و اون حسه تو تشکیل شده، به جای اینکه بگی آقا، به جای اینکه بدونی بیس راه حل چیه، اومدی صورت مسئله رو پاک کردی. یعنی اومدی بودی آقا نه من اینم و بیس اون نیازه تو تشدید شده و هی دوباره نتایج بدتر، چون پسری که نیازمنده نمیتونه با یه دختری باشه که دوست داره. این من به این فکت رسیدم. تو نمیتونی جذاب باشی اگر این حالت رو داشته باشی. پس یک، جدا کن، بدون که اینا یک سری دادن که تو حالا میتونی عوضشون کنی. تو در درجه اول باید باور بکنی که این نایس بودنه که از یه سری اطلاعات بهش داده شده و این قده رشد کرده، این قده نابود شدنی هست. نابود که نمیشه ولی کم رنگ میتونه بشه. خب پس این نکته اول و این یه سری تمرین ذهنی میخواد. حتما سعی میکنم توی دیسکریپشن براتون بذارم که چه مدیتیشن هایی میتونید استفاده بکنید. خب موضوع دوم اینه که تو بیای توی رفتارت یه چیزی رو تغییر بدی، واقعا یه کاری رو انجام بدی. این کاری که تو این ویدیو تو این بخش میخوام بگم رو واقعا انجام بدی. تو وقتی باور میکنی که تو میتونی یه پسری باشی که با دختری که میتونه باشه، این توانایی رو داره، بدون اینکه بهش سرویس بده، بدون اینکه بخواد مشکلی ازش حل بکنه. چون خیلی ما میدونی که به دختر میرسیم فقط میخوایم یه کاری براش بکنیم. یعنی آقا بگید من یه کمکی بهت بگی چیکار کنم برات، پول کادو بخرم برات و چیکار کنم برات. تا یه حدی هم خب محبت کردن اوکیه، خوبه، اما من کاری به این بیسه دارم که احساسه از کجا میاد؟ از اینکه خود آقای ایکس کافی نیست برای تو، خود من ولیویی ندارم. به خاطر میگم دیدمون نسبت به خودمون رو توی بخش اول بودم باید تغییر بدیم. اول باید اینو تغییر بدیم، چون هر کاری بکنیم اگر این ذهنیت پیشمون باشه کاری از پیش نمیره. خب اما وقتی این باوره رو اومدی روش کار کردی، وقتی اومدی یک کم به خودت همه چیز رو، حست رو به خودت تغییر دادی، حالا بیا یه سری اکت‌های عملی بکن، یه سری کارهایی رو انجام بده توی جمع، توی مواجهه با یه خانم، توی مواجهه با دختر فامیلتون، توی مواجهه با هر کسی که قبلا هم میدیدیش و خودت نتایج این اکتو مثل فیک ایت آنتیل میک ایت دیگه، میگه آقا یه چیزی رو فیکش رو انجام بده تا تو خودت به وجود بیاد. ازتون میخوام مواردی که الان میگم رو حتی شده فیک هم، بچه‌ای که نایسن خجالتی هم فیک هم شده انجام بدی. شاید اولش برای خودتون ناآشنا باشه همچین رفت، ولی وقتی برای جا بیفته و وقتی تو نتایجش رو دقت کنی که چه فیدبکی داشته این کارا از طرف احترامی که بهت میذارن، از سمت اون قسمتی که بیشتر تو رو جدی میگیرن، هر کسی ها، یعنی چیزایی که میخوام بگم یه سری مطالب راجع به کاریزماست که هر کسی تو رو جدی‌تر میگیره. حالا میخواد پسر باشه دختر باشه، که مسلما دخترها هم همچین شخصیتی براشون جذابه. دخترها شخصیتی براشون جذابه که بتونه بقاشون رو حفظ کنه، بتونه دفاع کنه ازشون در مقابل حتی یه مرد دیگه، تواناییش رو داشته باشه. پس دو سه تا اقدام عملیه و تغییره که باید توی خودت به وجود بیاری. یک، کمتر حرف بزنید بچه. توی هر جمعی با دختر
با فامیلتون توی جمعی نشستی دور همی با دوستتون کنی، باید صحبت کنی که همه بفهمن، میتونی باشون، باید یه حرفی بزنی. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. هر چقدر تو شنونده بهتری باشی، هر چقدر تو کمتر حرف بزنی، افراد کمتر ضعف تو رو میفهمن. خوب به این حرف من گوش کنید. یعنی هر چقدر تو توی جمعی بیشتر شروع کنی صحبت کردن، آدما با صحبت، آدما یه سری نقطه قوت دارن، یه سری نقطه ضعف دارن. اکثر آدما میان توی حرف زدن نقطه ضعفاشون رو میگن، آشکار میکنن. ولی به عنوان یه پسر از همین الان، حتی اگر برعکس این بوده، فردا که میری دور هم خانوادگی هر جا هر کجا، بیشتر وقتی تو رابطه با آدم، بیشتر سعی کن سوال ازش بپرسی، بیشتر سعی کن با یه سوال خوب اطلاعات اون بهت بده، اون شروع کنه خودشو برات توضیح دادن، اون شروع کنه خاطره تعریف کردن و تو تایید کردن رو یاد بگیر. کاریزما از اینجا شروع میشه. که کاریزما دارن بچه‌ها آدمایی هستن که خوب گوش میکنن. حالا اینکه داره حرف میزنه و تو گوش میکنی، قرار شد بیشتر گوش کنی تا حرف زدن. شروع کن ارتباط چشمی رو باهاش تمرین کردن. داره حرف میزنه، چشاش نگاه کن، تایید کن. اگه چیز خنده‌داری میگه بخند. اوکی؟ پس شنونده بهتری باشید و توی این شنونده بودن آی کانتکت رو امتحان کنید و تمرین کنید که زمانی که خودت خواستی صحبت هم با یکی بکنی، آی کانتکت برات راحت تر باشه. مورد دوم بچه، همیشه گفتم خندیدن جز اصول کاریزماست. یعنی اینجوری نیستش که تو بگی هر کی رخ و عقاب بگیره خفن تره یا با کاریزما تره. اما برای بچه‌هایی که این داستان رو دارن، مشکل نایس بودن رو دارن، ازتون میخوام آقا اتفاقا اخم کنید. اخمی که دارم میگم صرفا اخم ناراحتی نیست. سعی کنید فیس جدیتری از خودتون بسازید. فکر کن مثلا فرمانده یه جنگی که عملیاتی دارید که 2 ساعت دیگه، تو ذهن درگیر این عملیات، ذهن درگیر یه بیزینسیه، ذهن درگیری داری فکر می‌کنی، نه به معنی که استرس داشته باشی، اما چه مدلی صورتت داری فکر می‌کنی. این فکر کردنه، این هدفمند بودنه بچه بیارید تو صورتتون. ولی حالا کسی که همیشه نیشش بازه، همش داره میخنده، همش هر اینور خنده، نمیدونم هر کی میگه نیش تا اینجا باز، این اصلا این وایب رو نمیده که این آدمه حداقل آدمی که برای دختر بتونه جذاب باشه. شاید آدم نایسی به نظر برسه، آدم با حال و کولی بدن، ولی دقیقاً همون نایسه. خب مثلا چون خنده رو تا میتونید کم کنید، چیز خنده داری اگه بود بخندید، ولی دلیلی نداره جر بدیم خودمون رو هر خند. کنسل آقا، خیلی رخ و عقاب خیلی معمولی، یه جایی لازم بود رخ و عقاب، یه جایی لازم بود معمولی، و این ابهام به وجود میاره. اکثر بچه‌هایی که نایسن دخترها میتونن پیش بینیشون کنن، یعنی میدونن هر چی بگن این میخنده، هر کاری بکنن این یه ریاکشن ثابت داره. ولی این ابهامه، این جدی بودن فیس، پوکر فیس بودنه، این جدی تر شدن فیس و این کمتر خندیدن، چه تو استیکرایی که استفاده میکنی، چه تو مراوده حضوری، چه هر کجا، این داستان، این پوکر فیس بودنه به داشتن ابهام کمک کنه. پس یک، ذهنیتتون رو نسبت به خودتون جدا کنید و بدونید تغییر کردنی مرحله اول، و دو، یکم ابهام تو خودتون به وجود بیارید، رو نباشید، سوال کنید بیشتر، خودتون رو توضیح ندید، صحبت نکنید، راجع به همه چی صحبت نیازی است بکنید. اگرم حال نمی‌کنی صحبت کسی رو بشنوی، نرو اصلا بیرون آقا، تنهایی هیچ ایرادی نداره. همین دوتا فرمون رو برید جلو، ببینید چه اتفاقاتی میفته تو 1-2 ماه. همین دوتا فرمون. و راجع به تیپ و استایل نایس بوی هم می‌خوایم صحبت بکنیم که چه جوری میتونی با تیپ و استایل اون خشن بودنه رو به وجود بیاری. بچه‌هایی که دوست دارن راجع به این داستان صحبت بکنیم و ویدیوش ساخته بشه، استایل رو بذارید. می‌خوایم تو ویدیو کلی یوتیوب بذاریم. قلب برادری، ارادت.